سلام، اینجا لینگو پروه، یه مدرسه آنلاین زبان برای یادگیری زبان انگلیسی توی همه سطح‌ها. با من همراه باشین با اولین قسمت لینگو جنرال که توش زبان انگلیسی عمومی رو از صفر با هم کار میکنیم. یادت باشه که بخش مهمی از تسلط به زبان انگلیسی مربوط به هماهنگی بین اعصاب و عضلات درگیر در تولید کلامه. پس برای اینکه بهترین نتیجه ممکن رو از این ویدیوها بگیری با صدای بلند با هم تمرین کن. ویدیوهای لینگو جنرال رو توی 4 سطح براتون آماده کردیم که هر سطح 33 تا ویدیو داره. با پشت سر گذاشتن هر 33 ویدیو توی یه سطح به سطح بعدی ارتقا پیدا میکنی و همینطور پیش میریم تا دیگه چیزی جلودارت نباشه. قسمت اول پروگرامر که بخش گرامرمونه، درس 1. کاربرد افعال to be، در واقع فعلایی که به بودن دلالت دارن. معنیشون هستم، هستی و هسته. اوکی؟ بریم که داشته باشیم. این چند تا جمله رو با من تکرار کن. I am a student. یا به اختصار I'm a student. You are my partner. یا you're my partner. He is Matt. یا he's Matt. She is Sally. یا she's Sally. It is a salsa class. یا it's a salsa class. We are students. یا we're students. You are partners. یا you're partners. They are teachers. یا they're teachers. همونطور که میبینی برای I از فعل am یعنی من هستم، برای you و we و they از فعل are استفاده میکنیم و برای he و she و it از is استفاده میکنیم. حالا برای اینکه بخوایم همه این جملاتی رو که گفتیم به حالت سوالی در بیاریم، فقط کافیه که جای فعل to be رو بیاریم اول جمله. یعنی I am a student میشه Am I a student? You are my partner میشه Are you my partner? اگه دوست داری این ویدیو رو استاپ کن و ببین میتونی همه این جمله ها رو به حالت سوالی در بیاری. توی اسلاید بعدی جوابش رو بهت نشون میدم. اینجا. خب چند تا نکته رو مربوط به این گرامر همیشه به خاطر داشته باش. یکی این که از حالت اختصاری جملات، مثلا وقتی که به جای I am میگیم I'm یا وقتی که به جای they are میگیم they're، از این حالت فقط توی مکالمه و نوشتار غیر رسمی استفاده میکنیم. مثلا توی ایمیلی به یک دوست، ولی وقتی که دارید به استادتون ایمیل میزنید، یه ایمیل رسمی میزنید یا یک متن علمی رو مینویسید، سعی کنید از شکل کامل افعال استفاده کنید. مثلا بگید I am، you are و they are. برای ساختن یه جمله کامل حتما باید از ضمیر فاعلی استفاده بکنیم و برخلاف زبان فارسی این چیز قابل حذفی نیست. مثلا نمیتونیم بگیم که is a school، باید حتما بگیم که it is a school. توی فارسی اینطور نیست. توی فارسی میتونیم ضمیر فاعلی رو حذفش کنیم. یعنی به جای اینکه بگیم اون یه مدرسه است، راحت بگیم که مدرسه است. برای همین قاطی نکنید. همیشه توی انگلیسی ضمیر فاعلی رو میاریم. کلمه you هم به معنی توه و هم به معنی شما. پس you are crazy هم معنیش میشه که تو دیوونه ای، هم میشه شما دیوونه اید. they هم برای افراد به کار میره و هم برای اشیا. مثلا میتونم بگم که they are my friends، اونا دوستای منن. یا they are my books، اونا کتابای منن. با اضافه کردن not به فعل to be جملمون رو منفی میکنیم.
مثلا جمله I am your classmate رو میتونیم تبدیل کنیم به I am not your classmate. یا جمله he is a doctor رو تبدیل کنیم به جمله he is not a doctor. خب اگه داری توی یوتیوب این فیلم رو میبینی، چند لحظه استوب کن روی هر اسلاید و سعی کن که با صدای بلند تمرین‌ها رو انجام بدی و با خودت تمرین کنی. اگه دوست داشتی میتونی از خودت در حین انجام دادن این تمرین‌ها فیلم بگیری و برام بفرستی. اگرم توی اینستاگرام داری این ویدیو رو میبینی، میتونی توی اسلایدها به ترتیب تمام تمرین‌ها رو انجام بدی. بازم من مشتاق دیدن ویدیوهای تمرین کردناتون هستم. پس همراه باشید. تمرین اول ازت میخواد که جملات رو با فعل to be مناسب am, is, are پر کنی. تمرین دوم، این جمله های خبری رو تبدیل کن به جملات منفی. تمرین سوم، با این کلمات به هم ریخته جملات پرسشی بساز. تمرین چهارم، جملات رو با am, is و are تکمیل کن. تمرین پنجم، جملات خبری رو به صورت پرسشی بازنویسی کن. تمرین ششم، به صورت اختصاری این جملات رو بنویس. اختصاری یا به عبارتی غیر رسمی. تمرین هفتم، فعل مناسب رو انتخاب کن. تمرین هشتم، جملات رو با am, is و are تکمیل کن. تمرین نهم، این سه تا جمله رو در مورد خودت تکمیل کن. و تمرین دهم، به این پرسش ها جواب کوتاه بده. خیلی عالی. خسته نباشی. به تبریک میگم. قدم اول از 133 قدم رو پشت سر گذاشتی. خوشحالم که برای یادگیری این مهارت مهم زندگی لینگو پرو رو انتخاب کردی. من از امروز تا روزی که به هدفت برسی کنارت هستم. تو هم با لایک و سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن نظراتت به هم انرژی بده. به زودی میبینمت.